ولایت کالوگا روسیه خبر داد که طی 2 ماه آخر در فرودگاه شهر کالوگا از 86 مسافری که از تاجیکستان می آمدند در عموم نزدیک 110 کیلو نوس مصادره کردند. این نوع تنباکو در کشورهای آسیای مرکزی خیلی معروف بوده، آزادانه استحصال و فروخته می شود. ولی در روسیه واردات، پند کردن و استعمال نوس قانونا ممنوع می باشد. طی ماه‌های می و ایون کارمندان گمرک در فرودگاه کالوگا باغاج 86 مسافری را که از تاجیکستان می آمدند تفتیش کردند. از آنها قریب 110 کیلو محصولات تنباکو یافت و مصادره شد. تشخیص نشان داد که این محصولات تنباکو نوس می باشد. گفته می شود در اطلاعیه خدمات مطبوعات گمرک کالوگا همه 110 کیلو نوس مصادره شده را نابود کردند. نسبت به صاحبان آنها برای در اعلامیه گمرکی نشان ندادن این محصولات تنباکو پرونده مأموری ترتیب دادند. آنها را برای این جریمه می‌بندند. این البته به علاوه مصادره و نابود کردن خلطه‌های نوس آنهاست که برای نوسکش جزای از این سخت‌تر نیست.